سلام رفقا، امروز تولدمه. 28 آذر تولد من مبارک باشه. خب امروز چون میخواستم این اصلا روشنش کنم و فوتش کنم، متاسفانه باد میاد خاموش میشه. خب ما چیکار میکنیم؟ پس به خاطر اینکه اذیت داره میکنه این وسط منو، ما به صورت نمادی اینو خاموشش میکنیم. خب چون من آدم احمقی هستم، تو روز تولدم هم قرار خودم رو مجازات کنم، هم به خودم یه ذره پاداش بدم. خب حالا چجوریه داستان؟ این آقا جون، توی ظرفی مجازات و پاداشا رو گذاشتیم، هر کدوم که در بیاد ما اون قرار رو انجام بدیم. پس قرار نیست از زیرش در بریم. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. بریم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب بچه‌ها، بهتون گفتم که به حالت رندوم ترین حالت ممکن خودش همش میزنیم. خب الان این در اومد. خب گرفتمش. خب ما آقا این ظرف رو میذاریم اینجا نشکنه فقط. خب حالا ببینیم چیه داخلش. آها، ترکیبی آب میوه و نمک زیاد فراوان. خب به شما هم نشون بدم. ترکیبی آب میوه و نمک زیاد فراوان. خب حالا ما اینو میذاریمش کنار. خب ما اینو بریم آمادش کنیم، بیام نشونتون بدم. خب بچه ما ور ریختیم، نمک حالا میریزیم، از تمام مراحلش نشون میدم. چه مزه گوهی قراره بده. خب نمکش هم ریختیم. محلول ما آماده شد. حیف این آب میوه آخه. ما قرار بخوریم دیگه. اوه شت. اوه حاجی خیلی بده. آه تش مونده دیگه. ازار شده میخوریم. اوه شت بچه، تش خیلی بدتر بود، خیلی بدتر. چه مجازاتی، چه چیزی، چه پاداشی قراره انجام بشه هم میزنیم. آقا من نگاه نمی کنم که بگیم ما مثلا دارم چیز تقلب میکنیم. آقا یه دونشو در میاریم. خدا شکرت. این یکی قراره چه پوستی از ما بکنه. خب بازش میکنیم. انرژیزاه. خب نوشته انرژیزا. کاش این بعدا میافتاد. خب میذاریم اینجا، بریم بیاریمش رو بیایم. خب بچه ها آوردیم، اما داریم میریزیم داخلش. اینم به اندازه همون آب میوه میریزیم. اینم انرژیزا. خب این مثلا مجازات اون نیست، این مثلا پاداشمون. خب میخوریم الان. مزه اون نه که بره از بین بره، دهنم داره سرویس میشه. این چه مزه سگی میده حاجی. این بدتر مجازات بود. این چیشی بود دیگه. خب بریم سراغ ادامهش. بذاریم اینجا. خب بچه هم میزنیم به صورت رندوم ترین حالت ممکنش. نگاهم نمی کنم، شما هم ببینید. خب آقا هر کدوم که در اومد دیگه همون انجام میدیم. خب میذاریم اینجا نشکنه. خب ببینیم این چیه. خیارشور با ماست. خب اینم به شما نشون بدم. خیارشور با ماست ترکیبیه دیگه. خب بچه ها اینم ماست، اینم آب خیارشور. مزه بد میده حاجی، اصلا بوشم مزخرفه. بدبختی بوشم خیلی بده آخه. بدبختی خیارشور رو با ماست و آب خیارشور رو با ماست قاطی میکنیم، خیلی بوش بده. اوف. آخه مجبوری تو روز تولدت. خب چشممونو میبندیم و میریم بالا. بچه مزهش بد نبود، ماست و خیارشور بد نیست مزهش.
فکر می‌کردم بله. بس یه بار دیگه شاید به خودم دارم دروغ میگم. یه بار دیگه امتحان میکنم. نه مزهش بد نیست بچه‌ها. اوکی بود. راضیم. 2 دقیقه بعد دل درد میمیرم. مشکل معده‌ام دارم الان چند وقته. دهنمو سرویس کرده. خب بریم سراغ ادامه‌اش. امیدوارم چیزی نشه. اوکی. خب بچه‌ها اونم انجام دادیم. ماست خیارشور بد نبود. مزهش یه جوریه. زیاد بد نبود. توقعی بی بدتر از این نداشتم. آخه ترکیب بوش خیلی بد بود. آقا ما اینو میچرخونیم. نگاهم اونور هر چی دیگه در اومد. خب ببینیم چیه. خب معاف از یک مجازات. این مثلا پاداشمونه. امیدوارم بیفته تو دوربین. معاف از یک مجازات. خب خدا رو شکر. بریم در بیاریم بقیه‌شو. هم بزنیم. خب اینو در میاریم. نگاه نمی کنیم، تقلب نمی کنیم. بعد از سخت در نمیگی. خب بچه ها نوشته پیاز. یه گاز از اون پیازه باید بزنیم. دیگه گاز باید بزنیم دیگه. صبر کنیم بیارمش. بیا. خب بچه ها این از پیاز قرار یه گاز محکم ازش بزنیم. خودم زیاد دوست ندارم ولی خب دیگه مجبوریم دیگه در اومد. بچه‌ها از اون چیزی که فکر می‌کردم خیلی مزهش بدتره. تنهایی خوردنش خیلی بده. اینم از گازی که زدیم. امیدوارم معلوم باشه. مشخصه دیگه احتمالاً. دیگه اینم از گازی که زدیم. خیلی مزهش بده. تنهایی گاز نزنید. خیلی مزهش مزخرفه. بریم برگردیم الان میام. مزه دهنم عوض بشه یه ذره از این چیزا بخوریم که انرژیزای بنزش بدتره. این هم مزهش مزخرف آقا. خب بریم سراغ بقیه. خب هم میزنیم نگاه نمی کنیم. کلن 3 تا دونه دیگه. خب هم میزنیم. خب یه دونه در میریم. این چیه دوباره؟ این دیگه چه خوابی دیده واسمون. خب بچه‌ها نوشته رب. یه قاشق رب میزنیم بر بدن. الان برم آمادش کنم میام. خب بچه‌ها رب آوردم. اینم یه قاشق. اینم رب بمون. شاید بعضی رب دوست داشته باشم. من امتحان نکردم خالی. بریم امتحان کنیم. ببین یه مزه بدی داره. نمیدونم از چیه ولی خب یه مزه مزخرفی داره. حالا بچه نکن این رب بذار دیگه برمیداریم. اوه حاجی خیلی مزخرفه. از اون چیزی که فکر می‌کردم خیلی مزخرف تره. اوه دلم در معده‌ام قوقاست. خب بذاریمش کنار. الان برمیگردیم. خب بریم بچرخونیم. میچرخونیم. کلا 2 تا دیگه مونده. این مشخص باشه چه آفتاب صریح گرمی. خب بچه‌ها دیگه کلا 2 تا دیگه مونده. سرمون رو اونور میکنیم. اینو در میاریم. خب اینم میذاریم اینجا. خب میذاریمش پایین نشکنه. خب چیه؟ نوشته سرکه. من به شما نشون بدم. اینم سرکه. قراره یه قطره بریزیم بخوریم دیگه. زیاد اذیتمون نکنید.
برم آماده کنم بیا. بچه اینم از سرکه ریختیم. سرکه از خدا وکیلی دروغ هم بگم دیگه همش دارم راستی میگم دیگه. خب اینم از سرکه. اوف. خب آماده اید؟ اوف. خب بریم بالا. نوش. اوه اوه آه خیلی بد بود، خیلی بد بود. وای. خب و بریم سراغ آخریش که مونده. اینم در میاریم. نوشته آب آلبالو. نه نشونتون بدم. آب آلبالو. چون من آدم احمقی هستم اینم بدترین حالت خوب ممکنه خودشو برداشتم. بریم بیارم آماده کنم بیارم. خب بچه این ترشی آلبالوه که خودتون میدونید چه مزه ایه. خالی خوردن اجازه داره، مزه رو بد میکنه. اینم مجازات. کلا 2 تا پاداش گذاشتم 7 تا مجازات. خب اینم بریم بالا. اینم نشونتون بدم. اوه نه سرکه و تر و لامصب. این یه دونه مونده. بریم بالا. بازم میگم تولدم مبارک. حمایت کنید بچه ها. خب رفیقا تمام چالش‌ها رو انجام دادیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب حتما انجام بدید. اگه چالشی چیزی دیگه ای داشتید داخل کامنت ها بهم بگید. هر کدوم که لایک بیشتری گرفت اون انجام میدیم. و اینکه امیدوارم یه ذره خندونده باشمتون. آره دلتون رو یکم بهتر کرده باشم. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. لایک و سابسکرایب حتما انجام بدید. خدا نگهدارتون. عاشقتونم.